بنابراین اگر تو این کتاب را در سر داری، این کتاب را دوست داری، این کتاب را نمیدونم عشق می‌ورزی برش، لطفاً به زبان فارسی و به زبان پشتوی خودت جرأت کو، یک بار این کتاب را باز کو به این شکل بسته نگذارش، بخوانش به زبان فارسی و بعد تو با ما یک جا میشی، در برابر طالب مبارزه را شروع میکنی و طالب دیگه در کشور ما دوام نمیاره. ما برای وعده را میدم که هر کدامتون قرآن را بخونید با ما یک جا میشیم. اگر امروز ما 10 نفر باشیم، 1000 نفر باشیم، میلیون نفر باشیم، با خواندن قرآن هر روز شما با ما یک جا میشید، اما فقط به زبان فارسی. تلاوت نکو هموطن، وقت تلاوت و بلبل خوانی گذشت. الان اون دوره و عصر تمام شد که قرآن را میشنیدی و گوشکی در گوشت میگذاشتی، فقط میگفتی من ثواب ببرم، نه معناش را میفهمیدی، نه مفهومش را میفهمیدی، هیچ چیز. امروز دیگه تو باید مفهوم قرآن را بفهمی. امروز دیگه تو باید قرآن را با ترجمه بخونی. امروز دیگه تو باید بیدار شوی.